الله تعالى پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کسی که علم می‌آموزه یا به خاطر علم قدم میزنه یا به خاطر علم به مسجد میره یا به خاطر آموختن علم به مکتب میره که نفعش به مردمش برسه، به دینش برسه، به خانوادهش برسه، الله متعال راه رفتن به بهشت را برزی آسان میگردانه. رفتن به سوی علم یا قدم زدن شما به مسجد، ای تو فکر کنید که قدم زدن به سوی بهشت است. شما قدم میزنید به این یخ، به این هوای سرد، این متأکد باشید که والله قسم که هر قدم شما به طرف مسجد، هر قدم شما به طرف دین، هر قدم شما به طرف قرآن، هر قدم شما به طرف حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، با این هوای سرد قدم زدن به سوی بهشت پروردگار است. بهشت پروردگار منتظر شما هست که شما در این وقت با وجود که دشمن خیلی کار میکنه، خرد و بزرگ خوابتان را ترک کردین، با این هوای سرد شما در اینجا تشریف آوردین، بهشت پروردگار منتظر شما هست. الله متعال از شما راضی باشه. در مورد دینتان کوشش بکنید. همین عمر خود را که چند روز در دنیا هستیم، بین در زیر سایه دین سپری بکنید، در زیر سایه قرآن سپری بکنید که اقلا در پیشگاه پروردگار خود با آبرو خیستاد شوید. در پیشگاه پروردگار خود بگید الله، من اگر هیچ چیز نکردم در نفس حاضر شدم، من اگر هیچ چیز نکردم امروز حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را شنیدم. بهشت پروردگار جویهای یا نهرهای از عسل و شیر و آب شفاف منتظر شما هست.